تا پیچشو باز کردم. این محفظه هوا هست که اینو آروم در میاریم میذاریم اینجا. حالا مهمترین قسمت ملودیکا این تیغه هست که صدا رو تولید میکنه، ارتعاش اینا باعث تولید صدا میشه. پیچاشو من باز کردم، کلا خیلی آروم تیغه رو اینجوری در میاریم. ببینید خیلی آروم. اول یه فنر اینجا هست، باید این فنر رو آزاد کنیم با پیچ‌گوشتی یواش. این فنر رو در میاریم و کلاویه ها رو به صورت اوریب میکشیم بیرون. ببینید به خاطر این زایده‌ای که اینجا داره خیلی آروم، و این درپوشایی که اینجا هست یه سر ابری داره، اینو حواستون باشه اگه کنده بشه دیگه هوا میده، یادتون باشه این موضوع رو. خیلی آروم اوریب، به صورت اوریب میزنید سر جا. ببینید خیلی آروم. و حالا فنر رو سر جاش میزنیم. اینجا یه قسمتی داره که مثل یه زاده بیرون زدگیه، اینو قشنگ میزنیم اینجا و سر دومو. البته با یه پیچ‌گوشتی ظریف این کارو بکنید خیلی بهتر سوار میشه. ببینید این کلاویه بعدی دوباره به صورت اوریب، ببینید به صورت اوریب اینجوری میزنم داخل. ببینید وقتی کلاویه مشکی رو بعد از کلاویه سفید جا میزنید، کلاویه سفید بعدی رو به سختی جا میزنید. به همین خاطر سعی کنید کلاویه‌های سفیدی که اینجا یه قسمتی دارن که به هم نزدیک بشن، اول این دوتا رو بزنید، بعد این مشکی رو به صورت چرخشی، ببینید اینجوری وارد میکنید به صورت چرخشی، اینجا میچرخونید و خیلی راحت میزنید سر جاش. فنرها رو بندازین تو این شیاری که هست، این خیلی مهمه. این فنرها باید توی این شیارا قرار بگیرن، در غیر این صورت بعداً در میرن. اینو توجه کنید. یکی که ما این قسمت رو من خیلی تمیز شستم، اوکی کردم. یه مقداری این واشرها یه قسمت‌های ضعیف بود، همون اورینگ واشر هرچی که هست. اگه واشر هم نداشتید با چسب حرارتی یه مقداری بذارید سر بشه، بعد بذارید رو همون واشر ساخته میشه، کیپ میشه و دیگه هوا نمیده. حالا آروم واشر کاغذی رو قرار میدیم اینجا. حالا این محفظه‌ای که مربوط به هوا هست میذاریم روی این قسمت. 4 تا پیچ داره که 4 تا پیچشو میبندیم. محفظه هوا رو باید تست بکنید بدونی که کلاویه رو فشار بدید فوت میکنید، میبینید که کاملا چیپه. اگه از جای هوا بده باید همون قسمت رو هواگیر کنید، یعنی هوا نیاد بیرون.